الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: نستعيذ بالله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. آمد السلام علیکم و رحمت الله و برکات. بینندگان گرامی قدر، خطاب ما با اون مادرانی هست که فرزندهای خودشان را در راه الله دادن یا فرزندهاشون قربانی کردن جانهاشون در راه الله به خاطر اعلای کلمت الله و به خاطر پیشرفت دین و به خاطر نست و نابود کردن کفار و مشرکین، به خاطر دور کردن کفر و شرک از روی زمین، که این امر الهی بود بالای فرزندان شما که الله متعال فرمود: و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون دین کله لله. بکشید آنها را، یعنی کفار را. الله امر میکنه مسلمین را، موحدین را، مؤمنین را، یکی کفار را بکشند تا که فتنه شان در روی زمین نمانه. مفسرین بیان کردند که مراد از فتنه ای کفر و شرک است و در روی زمین حاکم قانون الله باشه. امروز فرزندای شما در راه الله برآمدند، هجرت کردند و جهاد کردند و کشتن و کشته شدند زیر پرچم توحید، به خاطر کلمه توحید و به خاطر اجرا کردن امر الهی، فرض از فرایض الهی. و شما مادران و خواهران عزیز، غمگین نباشید که فرزندهای شما یا شوهرای شما در این راه کشته شدند. این همون راهی است که الله امر کرد که باید ما کشته شیم و اونها امر الهی را به جا آوردند و در راه الله کشته شدند. مال خود را، جان خود را، وقت خود را قربان کردند و خود را تیکه تیکه کردن برای دین الله. این خوشحالی برای شما است که این کسانی که شهید شدن از شما، فرزنداتان، شوهراتان، اینها روز قیامت شما را شفاعت میکنه. روزی که فرزند از مادر میگریزه و مادر از فرزند میگریزه: یوم یفر المرء من اخیه و امیه و ابیه و صاحبته و بنیه. روز قیامت روزی است، این قدر روز سختی است که پدر از پسر میگریزه، پسر از پدر میگریزه. این مادری که قدر محبت داره، این مادری که قدر دلسوزی داره نسبت فرزندش، در روز قیامت از این فرزندش فرار میکنه. در این روز سختی این فرزندی که در راه الله شهید شدگی است، کشته شدگی است برای اعلای کلمت الله، این فرزند دستگیر این پدر، دستگیر این مادر است. البته خطاب ما برای پدر و مادران است و همچنین برای اون خواهرها که شوهرای خودشان در راه الله قربانی دادند. بله، امروز در نظر شما شاید چیزی نتوه، اما این عمل در راه الله خیلی بزرگ است. ثمره و نتیجه این عمل را در روز قیامت شما خواهید دید و در اون روز شکرگزار الله خواهید شد باذن الله ان شاء الله تعالی. از این نسبت است که ما دعوت میکنیم شما را به صبر و استقامت. الله متعال میفرماید: ان الله مع الصابرین. الله با همراه اون کسانی است که صبر میکنند، یعنی الله با همراه صابرین است، الله با همراه صادقین است، الله با همراه موحدین است. ای مادرای عزیز، به خاطر فرزندتان شده در غضب الهی دچار نشید. هر وقتی که شنیده که فرزندتان در راه الله کشته شد، پس خوشحال شید و دعا کنید الله شهادت اون را قبول کنه. برمیگردیم به قصه صحابه ها که زنهای صحابه فرزندهای خودشان را لباسهای تر و تازه میپوشاندند و عطرهای تر و تازه میزدند و به میدانهای جهاد روان میکردند و برایشان میگفتند که از او طرف زنده نیای، یعنی تی قدر در مقابل کفار جنگ کو، بکش و کشته شو. یک زنی از صحابه فرزند خودش روان کرد در راه جهاد و فرزندش در راه الله کشته شد. وقتی که خبر شهادت فرزندش رسید، الحمدلله گفت و برای مردم خرما تقسیم کرد. و عده از زنهای دیگر آمدند نزد در این زن
و این زن دید که زنها جمع شدن، گفت اگر برای تعزیه آمدنی باشه همه بگردی بری از پیش خانه ما، زیرا که فرزند ما شهید شده و برای شهید تعزیه نیست، اما برای تبریکات آمده باشه، مرا تبریک کنه که فرزند ما در راه الله کشته شد، پس بی داخل خانه ما شد. این خزانه‌های بودن که فرزندهای خودشان در راه الله قربان میکردند. یکی از زنها یک کودک 6 ماهه خودشان از نبی صلی الله علیه و آله گفت نبی صلی الله علیه و سلم این فرزند مرا به جهاد بر. نبی صلی الله علیه و سلم فرمودند که این فرزند تو در میدان جهاد مرا اذیت میکنه، وقتی که در دستم باشه من نمیتونم جهاد کرده. این زن فرمودند بله این نمیتونه که شمشیر برداره، اما میتونه که سپری تو باشه. یعنی هر وقتی که از طرف کفار به طرف تو تیر میزنن، این فرزند من در راست تیر همچون سپر استفاده که این تیر بیا در فرزند من بزنه، اما در بدن مبارک تو نرسه. در این کار استفادهش کرد. خیلی زنها بودن، زنهای صحابه که فرزندهاشون به خاطر الله و رسول میدادن و در راه الله قربان میکردن مالهاشون و جانهاشون و صبر استقامت کنه. مادرهای عزیز، فباذن الله ان شاء الله در آینده، یعنی در روز قیامت، بهترین ثمره ها را نصیب تان میگرده ان شاء الله تعالی که این فرزندی که در راه الله داده برای اعلای کلمت الله شما را شفاعت میکنه. و نصیحت میکنیم اون پدر و مادرایی که فرزنداشون حاضر در میدان جهاد هستند و جهاد میکنن، در حقشون دعا کنه و ترغیبات و تشویقات کنه که در راه الله ثابت قدم باشن و اگر اینها در راه الله شهید شوند فردا شفاعت کننده شما میشن ان شاء الله. و شما فرزندتون از میدان جهاد نخواهی، گناه است و صد راه فرزندتون نشه، بلکه کمکشون کنه همچنان که زنهای صحابه فرزنداشون کمک میکردن. و الله هر یکی ما و شما را از جمله صادقین و صابرین قرار بده و دعا میکنیم که الله این مادرها را در دلاشون صبر و استقامت را باندازه و خودهاشون هم هجرت کنند و در راه الله بیایند، در میدان جهاد از دنیا بروند و امر الهی را به جا بیارند و جنت الفردوس الله برای ما و شما نصیب بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.